قصه یک الپینیست یک کوهنورد را نقل خواهم کرد بین اعتقاد و اطمینان. دویم فکر میکرد که یک قله بلنده پیدا کنم و با رکورد کتاب رکورد گینس داخل بشوم. یک قله رو پیدا میکند، شب و روز فکر میکند چگونه این قله رو برآید. کپا میساخت در همون نزدیکی ده. یک شب یک ایده در سرش میزند، یک فکری در سرش میزند چگونه برآمدن. آدم های ایجادکار این رو خوب میتونن. همین شب و نیست پیشب که همین الهام آمد دیگر تمام. میگیرد میخا را، میگیرد رسپاند را، هر چی که برای لازم است. میخزنون شروع میکند. هوا سرد، هوا خنک. یکی ناگهان میخوایش یک تا کنده میشود. میفراید یک میخ میماند. در همون یک میخ اویزان در رسپاند. دو فیغان میکند. ده دورتر بود. او مردم نجاتم دید. وقتی که دودوی زیاده میکند از چیزی دنیای دیگر عموما امید نیست، نه در رسپان ها و نه عموما. باید چی کار میکند؟ باید یکی خدا یادش میآید. بعد میگوید خدایا کمکم کن. ناگه صدای میآید میگه واه. چی شد؟ در طول 30 سال خدا را یاد کردی؟ میگوید خدایا بر من کمک بکن. صدا میگوید که آیا اطمینان داری؟ میگوید ها البته اعتقاد دارم. نه من اعتقاد نپرس، اطمینان داری؟ اعتقاد بسیار است، خداگو بسیار است، پر هستند، اما اطمینان داری به من؟ میگوید بله، نمیداشتم کمک نمیپرسیدم. پس تناب را بور، رسپاند را بور. میگوید خدایا من از تو کمک طلب میکنم، تو باشی میگوی خودت را کش، خودم را به از اینجا ته پرتویم پایان. خلاص دیگه میگه که گفتگو، این صدا میگه گفتگوی ما و تو نشد، صدا ناپدید میشود. مرد در همان جا، در همان سردی، در همان خنکی جان به حق میسپرد. وقتی از او خبری نمیشود مردم ده میگن که یک خبر گیریم که کجا است، چی است. پیداش میکنن در 1 متر زمین مانده است. 1 متر زمین مانده است. در همان جا در خنکی مرده است. تاریک بود، نمیدید. وقتی که صدا گفتش که بور تناب را، رسپاند را بور، او که تاریک بود پایان را نمیدید. همین طریق بیشتری ما همین گونه هستیم. خدا میگوییم چی کار را نمیکنیم، یا خدا میگوییم هرچی از باور نمیکنیم. اعتقاد داریم، اطمینان نداریم. شب پیش خدا بگریستم زار، گفت که چرا این گونه و آن گونه هستن. ندا آمد نمیدانی اینها دلی دارند محبوبه ندارند.